این همه لجاجت برای چیست؟ این وزیر سنی ناصبی همیشه سعی میکرد شیعه را بیش حاکم خراب کنه. از این واقعه جان سالم به در نخور. دستشان را برای خود و نیرنگ باز نگذارید. حاکمی بود در بحرین، این حاکم شیعه یه وزیری داشت، یه وزیرش سنی بود و اونم سنی ناصبی متعصب. سنی های ناصبی به آل محمد فحش میدن، سب میکنن. این وزیر سنی ناصبی همیشه سعی میکرد شیعه را بیش حاکم خراب کنه، افکار حاکم و نسبت به شیعه بد کنه. یک روز حق به غایت آشکار و روشن است. این همه لجاجت برای چیست؟ و البته برای این جان نثار نیز این همه عناد و دشمنی و سرسختی شیعیان شگفت آور است. شما بارها با تو در این فقره گفت و شنود داشتیم. شیعیان فرزندان دلیل و منطقند، اما شما ناصبیان چید؟ به رغم همه ادعاهایتان دست پری برای اثبات باورهای باطل خود ندارید. اما این بار دست پر آمدم جناب حاکم. این معجزه الهی که در دستان من است راه را بر هر ادعایی می‌بندد. نگاه کنید و در برابر قدرت خداوند سر تعظیم فرود آورید. به این انار بنگرید. نگاه کن ببین خدا با دست قدرتش روی این پوست انار مطلب حق را نوشته. حاکم نگاه کردید این عبارات با خط برجسته یادداشت شد. لا اله الا الله محمد رسول الله، ابی بکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول الله. حاکم تا نگاه بی انار کرد بسیار پریشان شد. این چیه رو انار؟ راست میگه. فرزداد دنبال بزرگترهای شیعه های بحرین اومدن. هیچ میدانید تا این لحظه پشتیبان و یاور شما و اعتقادات کنید، اما این پیش آمد و ماجرای این انار ذهن مرا کاملا مشوش کرد. عزیز انار را پیش رویشان بگذار. علائم نیست سرورم، به روی دیدگانم. این هم معجزه خدای باریکالا. عجب اناری. یا این خوش چیست روی این انار؟ حد می‌دارم کاسه زیر این کاسه است. ممکن نیست. ممکن نیست؟ گویا به چشمای خود هم اعتماد نداری. علی ای حال باید چاره‌ای بیندیشید و الا از این واقعه جان سالم به در نخواهید. جناب حاکم، این جمع حاضر که از اکابر علمای شیعه‌اند بالاتفاق سر سوزنی در اعتقاد و باورشان تردید نداشته و نخواهند داشت، اما اجالتا باید شور کنیم. مانعی نیست. مشورت. جناب حاکم، دستشان را برای خود و نیرنگ باز نگذارید. 3 روز به ما مهلت دهید. حل این مهم سهل است انشاءالله. برویم آقایان. برویم. فی امان الله. برویم.
بندگان خدا شیعه ها مضطرب شدن چگونن، نشستن دورم دیگه فکر کردن چگونن. یه وقت یه نفر جون گفت رفقا بیایید از توی همه شیعه 70 نفر آدم با تقواتر و متدین ترمونو جدا کنیم، جدا کردن. از میان 70 نفر 10 نفر رو باز انتخاب کردن، از میان 10 نفر 3 نفر رو جدا کردن که بهتر از همه بودن دیگه. گفت آیان هر شبی یه نفرشون بره تو صحرا دست به دامن امام زمان بشه. شب اول یه نفر رفت از صبح ناله کرد خبری نشد. شب دومی رفت نتیجه ای نگرفت. شب سوم محمد ابن عیسی بحرینی رفت